سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام در مورد یه موضوع خیلی مهمی باهاتون صحبت بکنم که فکر کنم دغدغه و سوال بیش از 80% آدماییه که میخوام به کلگری بیان و اونم چیزی نیست جز آب و هوا. من خیلی ازم سوال شده و خیلی هم کامنت گرفتم از این که ما مثلا میخوایم بیایم کلگری، بین کلگری یا فلان شهر مثلا موندیم و چیزی که ما رو نگران میکنه آب و هوای کلگریه. میخوام بررسی بکنم که واقعا آب و هوا توی کلگری به چه صورت هست و آیا این که واقعا اینقدر چیز ترسناکیه که شما رو از اومدن به کلگری منصرف بکنه. تا انتهای این ویدیو من همراه باشید تا جواب این سوالا رو بهتون بدم. خب قبل از اینکه من اصلا صحبت در مورد آب و هوا رو شروع بکنم جا داره که یه چیزی رو اول توی شهر بهتون نشون بدم. با توجه به اینکه امروز 25 فوریه است که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم و به طبع یکی از شاید سردترین روزهای سال باید باشه، نمای شهر کلگری به این شکل هست. همون جوری که میبینید عملاً هیچ برفی وجود نداره اینجا و هوا هم چیزی در حدود منفی 2-3 درجه است. نمیشه گفت واقعا خیلی سرده. حالا الان اینجایی که من دارم فیلم میگیرم یه خورده سایه است به خاطر اون یه ذره هوا سردتر هست، ولی در مجموع چیزی که میبینید به این شکله. گفتم که اینو اصلا قبل از اینکه شروع بکنم به این موضوع پرداختن نشون بدم که اصلا خودتون متوجه بشید که کلگری هم مثل بقیه جای کاناداست، حالا شاید یه خورده متفاوت باشه. خب سوال اول که خیلی پرسیده میشه، چند ماه از سال توی کلگری زمستونه؟ شما چقدر اونجا زمستون داری؟ چقدر هوا سرده؟ خب جواب این سوال اگه بخوای به صورت فنی بهش جواب بدی اینه که توی نیمکره شمالی روی کاغذ زمستون از 22 دسامبر شروع میشه و تا 21 مارس ادامه داره. اما چیزی که در عمل وجود داره، اگر بخوایم زمستون امسال رو کنار بذاریم، عموما شما توی کلگری از اواسط نوامبر دیگه کم کم باید توقع سرما و حتی برف رو داشته باشید. درسته که زمستون امسال تا ژانویه اینجا هیچ برفی نیامد و حتی هوا سرد هم نبود، اما سال گذشته من یادمه که اولین برف رو ما اولین برف جدی رو ما هولوش 15 نوامبر داشتیم. پس زمستون اینجا از اواسط نوامبر به صورت اوریج شروع میشه و تقریبا تا همون اواسط مارس ادامه پیدا میکنه. توی کلگری شما در حدود 5 ماه زمستون دارید و این زمستون به این معنی نیست که تمام این 5 ماه خیلی دما پایینه و هوا سرده. در واقع به این شکله که هوا دیگه سرد میشه دیگه. شما مثلا مثل تابستون نمیتونی با تیشرت و شلوارک بری بیرون. از این بابت میگم زمستون داریم. یکی از خاص‌ترین ویژگی‌های کلگری آفتابی بودنش هست. کلگری با داشتن بیش از 333 روز در طی یک سال روز آفتابی به عنوان آفتابی ترین شهر کانادا شناخته میشه و به طبع این قضیه خیلی به شما کمک میکنه که بتونید زمستونا رو راحت‌تر سپری بکنید. از طرف دیگه هوا توی شهر کلگری خشک هست و به اون صورت اینجا هوا رطوبت نداره. حالا این چه کمکی میکنه؟ این به این کمک میکنه که شما اگر مثلا دما منفی 20 درجه هم باشه و اگر مثلا توی تورنتو هم منفی 20 درجه باشه، واقعا سرمایی که توی تورنتو به خاطر رطوبت شما حس میکنید خیلی بیشتر از سرمایی که توی کلگری حس میکنید. یه جورایی میشه گفت این دماهای خیلی پایین توی کلگری بیشترش شاید بشه گفت یه عدده و آنچنان در حد اسمش و در حد مثلا دمای منفی 20 منفی 30 واقعا شما احساس سرما نخواهید کرد. یکی دیگه از ویژگی‌هایی که آب و هوای شهر کلگری داره که خب باعث میشه شما زمستونا رو بتونید راحت‌تر سپری بکنید، وزش بادهای شینوک هست. این بادها یک سری بادهایی هستن که ماهیتشون گرمه و از رشته کوههای راکی به سمت شهر کلگری میان. موقعی که وزیده میشن میتونن تا مثبت 20-25 درجه هوا رو گرم بکنن. مثلا طی یک مثلا 3-4 ساعت 5 ساعت این اتفاق میفته و خب یه ویژگی خیلی خوبیه که شما مثلا تو روزی که دارید دمای منفی 20 منفی 25 درجه رو تجربه میکنید، یهو با وزش این بادا طی 3-4 ساعت هوا میشه 0 درجه و خب یه جورایی مثل یه استراحت و بریک برای شما میمونه. از طرف دیگه ساختار شهر کلگری هم یه جورایی هماهنگ با این سرما و زمستون
طراحی شده و مهندسی شده. در واقع به همه این موارد اینا از قبل فکر کردن. مثلا نمونهش همین اسکای واک هایی که ما توی شهر کلگری داریم که حالا من الان اینجا بهتون نشون میدم. مثلا اون پلی که اونجا هست که اون دوتا ساختمون رو به هم وصل کرده، یا مثلا این یکی، همونجور که میبینید اکثر ساختمون ها در واقع با این پل ها به همدیگه وصل هستن و حالا یکی هم که اینجا نزدیکتر هست به من بهتون نشون بدم. خب این پل ها در واقع به شما این کمک رو میکنن که مثلا اگه توی زمستون اگه بیرون هوا سرده و میخواید از اون ساختمون به این ساختمون برید، نیازی نباشه که بیاید توی مثلا خیابون و در معرض هوای سرد قرار بگیرید. میتونید از همین پل‌ها استفاده کنید و یه فضای گرمی است که این اتفاق میتونه توش بیفته. بیش از 80 اسکای واک داره داونتاون شهر کلگری و مسیری که این اسکای واک ها توسط این ساختمونایی که به هم مرتبط میکنن پوشش دادن بیش از 16 کیلومتره. یه جورایی میتونم بگم شما تو کل داونتاون کلگری بدون اینکه اصلا نیاز باشه توی خیابون بیاید، میتونید از طریق این پل‌ها و ساختمون‌ها تردد بکنید. ممنون میشم اگر تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید ویدیو رو لایک بکنید و اگر کار رو هم سابسکرایب بکنید که دمتون گرم. سوال پرتکرار دیگه در مورد دماهای منفی 30 منفی 40 درجه ای است که توی شهر کلگری وجود داره. باید بهتون بگم که بله این حقیقت داره و وجود داره این دماها، اما خبر خوب از اون طرف اینه که خیلی طولانی مدت نیست. مثلا دمای منفی 30 منفی 40 درجه شاید یک هفته یا 2 هفته در طول سال اتفاق بیفته که خب عموما دیگه مردم مثلا اون یکی 2 هفته رو سعی میکنن کمتر حالا از خونه خارج بشن. یه سری طوفان‌هایی هستن، حالا بادهایی هستن که از سمت قطب میان حالا متاسفانه، و اینکه خب میتونن هوا رو تا مثلا یک هفته تحت تاثیر قرار بدن و خب دیگه مثلا اون دما وجود داشته باشه، اما طولانی مدت نیستش. اگر بخوام یه آمار و ارقامی هم در مورد این دما بهتون بدم، بد نیست که بدونید توی کلگری به صورت متوسط طی یک سال حدوداً 71 روز دما بین منفی 10 تا منفی 20 درجه است و چیزی در حدود 22 روز از سال دما زیر منفی 20 درجه خواهد بود که خب واقعا اگه بخوایم منصفانه به این داستان نگاه بکنیم میبینیم که خیلی هم بد نیست. حالا مثلا 22 روز از سال زیر منفی 20 درجه، اونم برای شهری مثل کلگری توی کشور کانادا واقعا آمار بدی نیست. سوال مهم دیگه در مورد میزان بارش توی شهر کلگریه و اینکه به نسبت بقیه شهرهای کانادا وضعیت اینجا چطوره. در مورد این سال باید به جرئت بهتون بگم که میزان بارش توی شهر کلگری به مراتب کمتر از شهرهایی مثل اتاوا، مونتریال و حتی تورنتو. شاید براتون جالب باشه اینجا به ندرت بارون میاد و حتی در مورد بارش برف هم باید بهتون بگم که واقعا کمتره. اینو من خودم از نزدیک دیدم. من سفر رفتم به تورنتو، به اتاوا توی زمستون سال گذشته و واقعا برفی که اونجا داره میاد اصلا قابل مقایسه با برفی که توی کلگری هست نیستش. همونجور که خب شما الان دارید میبینید، الان ما دیگه اواخر فوریه هستیم و همونجور که میبینید تمام شهر خشکه و شاید بگم که الان خیلی وقت اینجا یه برف درست حسابی هم نیومده امسال. فکر کنم یک بار یک برف سنگینی اومد و بعد از اون دیگه هیچ خبری نیست. بارون هم که اصلا دیگه نگم براتون، واقعا اینجا به اون صورت بارون نمیاد. شاید یکی از دلایلش همون خشک بودن آب و هوا باشه. میخوام این نکته رو هم اضافه بکنم که حالا با دونستن همه این موارد، حالا چه خوبیاش چه بدیاش در مورد زمستون کلگری، اینکه شما اگه ماشین داشته باشید، ماشین شخصی داشته باشید توی این شهر و کلا توی کانادا، خیلی خیلی راحت تر میتونید با زمستون ها و سرمایه هوا کنار بیایید. یه جورایی میتونم بهتون بگم اگر ماشین داشته باشید به ندرت دیگه متوجه سرمایه هوا میشید. نهایتاً کلگری به عنوان سومین شهر برتر دنیا برای زندگی در سال 2022 و هفتمین شهر برتر دنیا برای زندگی در سال 2023 واقعاً فرصت‌ها و ویژگی‌های خاصی داره که حیفه که فقط به خاطر آب و هوا نادیده گرفته بشه. آب و هوایی که واقعاً اونقدر هم بد نیست و توی کانادا میشه گفت یک زمستون عادی هست به نسبت بقیه شهرهای کانادا. توی این ویدیو من تلاش کردم که چهره واقعی تر از زمستون و آب و هوای کلگری رو بهتون نشون بدم و واقعا بهتون بگم اگر این مورد یعنی آب و هوا
تنها نگرانی شما برای حالا نیومدن به کلگری هست، بگم که خیلی مورد واقعا جدی نیست، اینقدر که میگم بد نیست و مثل این همه آدمی که دارن زندگی میکنن به راحتی، شما هم قطعا میتونید این کار رو انجام بدید. نهایتا هم اگر این ویدیو براتون ارزش افزوده‌ای داشت، خوشحال میشم لایکش بکنید. اگر کانال رو هم سابسکرایب بکنید که من هر هفته از این دست ویدیوها میذارم. میتونید از زمان انتشار ویدیوها مطلع بشید و تشریف بیارید ویدیو رو تماشا بکنید. ممنون از وقتی که گذاشتید. توی ویدیو بعدی میبینمتون.